بچه ایره بگیره یادگاری که یک وقت شاید ما مثل آقا دل ولی خدا بامرز یا مثل مولا سخیدات ولی خدا بامرز داره یا مثل خدا بامرز ماما غلام سخی بود و خلیفه نسیم خدا زاده بود و دیگه لالا ملوغان بود اینا بود به اصطلاح که میخواندنی در چیزا اونو قول زبان ما نیست نیست یک وقت ممکن ما نباشیم با دینی برتان یادگاری میمونه اگر خدا بخواهد بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. یک مناجات است. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ما گنهکاریم، خدایا ما گنهکاریم، در این عالم گرفتاریم، به لطف تو نظر داریم الهی در صف محشر به حق آل پیغمبر تو از عصیان ما بگذر. خدایا ما خطا کردیم، به حق خود جفا کردیم، معاصی برملا کردیم، به حق ساقی کوثر، به حق آل پیغمبر تو از عصیان ما بگذر. خدایا ما پریشانیم، خدایا ما پریشانیم، ز فعل خود پشیمانیم، توسل ما به قرآنیم، به آن آیات پیغمبر، به اهل و بیت پیغمبر تو از عصیان ما بگذر. به حق شاه مظلومان، به حق شاه مظلومان که شد در کربلا عطشان، سرش بر نیزه عدوان، به حق آن شه به سر، به حق آل پیغمبر تو از عصیان ما بگذر. به حق یار و انصارش، به یاران وفادارش، به عباس علمدارش، به نور دیدش اکبر، به حق آل پیغمبر تو از عصیان ما بگذر. به حق آل اطهارش، به حق آل اطهارش، به زینب خواهر زارش، به دخترهای بیارش، به طفل نورسش اصغر، به حق آل پیغمبر تو از عصیان ما بگذر. یا حسین دست به دامان تو مولا جان، شب عاشوراست مصادفت با عاشورای سال 1393 هجری شمسی. یا حسین ابن علی دست من و دامان تو
یا حسین ابن علی دست من و دامان تو ای شه کون و مکان درد من و درمان تو در دم مردن بیا اندر کنارم یا حسین زان که عمری بودم بر درگه احسان تو آرزو دارم دم جان دادنم بینم تو را مولا جان آرزو دارم دم جان دادنم بینم تو را چون تو را بینم دهم جان بر رخ جانان تو گر تو آیی کی مرا وحشت جان دادن بود گر تو آیی کی مرا وحشت ز جان دادن بود چون که دانم پیروانت می شود مهمان تو چون که دانم پیروانت می شود مهمان تو الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یک صلوات محمدی.